منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. شنوندگان عزیز و گرامی و بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که فرصتی میسر شد تا با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان باشیم و گوشه ای از مسائل اعتقادی و عبادی و اخلاقی دین مقدس اسلام را برای شما بزرگواران بیان بکنیم. یکی از اهداف مهم دین مقدس اسلام بعد از پرستش الله سبحانه و تعالی به یگانگی و زدودن کفر و شرک و بتپرستی، ایجاد اخوت و برادری در بین مسلمانان و در بین انسانها بود. اخوت و برادری در بین مسلمانان یکی از نعمتهای بزرگ الهی است، نعمتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بر آن مهر نهاده است و آن را جزئی از اخلاق والای اسلامی قرار داده. در سوره حجرات آیه 10 الله سبحانه و تعالی می فرماید که انما المؤمنون اخوه، به راستی که مؤمنان با هم برادرند. این یکی از نعمتهای بزرگ الله سبحانه و تعالی است که با فرستادن پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نازل نمودن قرآن کریم، امتها و انسانهایی را که در جنگ، در مخاصمه و درگیری و دشمنی با هم زندگی می کردن را به نعمت بزرگ برادری و اخوت اسلامی نوازاند. الله سبحانه و تعالی این برادری و پیوند را برادری و پیوندی قلبی در بین انسانها قرار داده است. ما می بینیم که در بسیاری از موارد انسانهایی که مؤمن هستند و مسلمان هستند و پایبند دین مبین اسلام هستند، همدیگر را حتی بیشتر از برادران نسبی خود دوست دارند. این همان نعمت اخوت و محبت اسلامی است که الله سبحانه و تعالی از آن در قرآن کریم یاد می کند و می فرماید انما المؤمنون اخوه. همچنین این محبتی است که الله سبحانه و تعالی آن را در دل مؤمنین قرار داده است. اگر انسانها در سراسر دنیا بیایند و جمع شوند و همه امکانات خود را با زور و قوت و با همه چیزهایی که در دست دارند آن را مسخر کنند تا محبتی در بین دو انسان به وجود بیاورند، نمیتوانند. اما این دین مبین اسلام هست که در بین جامعه اسلامی، در بین انسانهای مسلمان محبت و مودتی قرار داده است که هیچ جامعه‌ای، هیچ انسانی، هیچ امکانات مادی در دنیا نمیتواند آن را به وجود بیاورد. در این باره الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره انفال آیه 63 اشاره جالبی دارد که می‌فرماید وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزیز حکیم. و میان دلهای آنها انس و الفت و محبت برقرار کرد
اگر همه چیزهایی که در جهان هست و در زمین هست آن را هزینه می کردی، نمی توانستی میان دلهایشان الفت و محبت برقرار کنی، ولی الله میان آنها انس و الفت وجود آورد. همانا او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. بله، الله سبحانه و تعالی با قدرت خود و با حکمت خود توانست قبایل اعرابی را که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صدها سال با هم دشمنی داشتند، در هر جا که به همدیگر میرسیدن همدیگر را میکشتن و غارت میکردند، اما از همین انسانهایی که در بین آنها عداوت و دشمنی و بدبختی و شقاوت بود، دین مبین اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام نسلی را تربیت نمود که برای آنها پدر، مادر، خواهر، برادر، قوم و قبیله مهم نبود. برای آنها اسلام مهم بود. برای آنها برادر مسلمانشان از پدر و مادر و قوم و قبیله و همه عشیره آنها ارزش بیشتری داشت. گاهی اوقات وقتی در سیره اصحاب بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که در جنگ‌ها پسر در مقابل پدر، پدر در مقابل پسر، برادر در مقابل برادر قرار می‌گرفتند. برای اعلای کلمت الله سر از تن برادر، پدر جدا می‌کردند. این همان محبتی بود که الله سبحانه و تعالی در بین مسلمانان و نسبت به دین مقدس اسلام در آنها قرار داده بود. این محبت و الفت را پیامبر بزرگوار اسلام در حدیث زیبایی به تصویر میکشند که میفرمایند: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل جسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. مثال مؤمنان در مودت و محبت و عاطفه که در بین آنها وجود دارد مانند جسدی است، مانند پیکری است که اگر یکی از اعضای آن به درد آید، سایر اعضا با شب زنده‌داری و تب همراهیش می‌کنند. ببینید، اگر دندانی از ما درد بکند یا یک انگشت ما درد بکند، همه جسم ما ناآرام هست، شب نمی‌توانیم بخوابیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انسان مؤمن را به این تشبیه می‌کند که اگر مؤمنی دردی داشته باشد، اگر مؤمنی رنجی داشته باشد، اندوهی داشته باشد، دیگر مؤمنان با او با الفت و محبت و همدردی رفتار می‌کنند، زیرا از درد و رنج او آگاه هستند و درد و رنج او آنها را نیز می‌آزارد. پروردگار متعال رابطه ایمانی مسلمانان را قوی‌تر و محکمتر از رابطه خونی و نسبی قرار داده است. رابطه ایمانی و عقیدتی که در آن احساس به برادر مسلمان، الفت و تعاون و همکاری به برادر مسلمان از دستورات قرآن کریم و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه می‌گیرد. برای حفظ این برادری و حفظ این وحدت در کتاب الله سبحانه و تعالی ما را به چنگ زدن به ریسمان الهی دستور داده که این ریسمان الهی بر اساس تفسیر بهترین اصحاب پیامبر و یکی از بزرگترین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حبر امت و ترجمان قرآن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما به معنای دین است و بر اساس ترجمه و تفسیر عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه این را جماعت تفسیر کردند و بر اساس سخن دیگر مفسران ریسمان الهی به قرآن کریم این معجزه جاودان الهی تشبیه شده است که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی به ریسمان الله سبحانه و تعالی که یا دین اسلام است یا جماعت مسلمانان است و یا قرآن کریم است چنگ بزنید و پراکنده و متفرق نشوید. از آنجایی که اجتماع و همدستی و برادری و انس و الفت مسلمانان در قرآن کریم ذکر شده است و برای ایجاد این الفت و این محبت الله سبحانه و تعالی
آحاد جامعه اسلامی را برای رسیدن به این الفت و برای رسیدن به این محبت و برای رسیدن به این درجه والایی از انسانیت به یک سری از مسائل مهمی که در قرآن کریم و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است تشویق می کند. مثلا در سوره آل عمران آیه 103 الله سبحانه و تعالی می فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. همگی بر ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید و نعمت الهی را بر خودتان به یاد آورید که با هم دشمن بودید و الله دلایتان را نسبت به همدیگر مهربان کرد و به لطف الله با هم برادر شدید، در صورتی که پیشتر بر لب پرتگاهی از آتش بودید و الله شما را نجات داد. بدین سان الله آیاتش را برای شما بیان می کند. و در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که هیچ یک از شما سلاح بر روی برادرش نکشد یا با چیز آهنی و تیز به طرف برادرش اشاره نکند، زیرا چه می دانید شاید شیطان دستش را بلرزاند و در چاله‌ای از چاله‌های دوزخ بیفتد. پس حتی اشاره کردن به سلاح یا به آلت تیز به طرف برادر مسلمان در دین مبین اسلام منع شده است. امام احمد رحمت الله علیه در کتاب خود می‌فرمایند که این حدیث البته از ابو داوود و از طرق دیگر نیز روایت شده است و حدیث صحیح است که فرمود تعدادی از صحابه کرام با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسیری می رفتند. یکی پس از آن که به خواب رفت تعدادی از صحابه آمدند و با ریسمانی به طرف او اشاره کردند و او را ترساندند و این طرف هم ترسیده از خواب بیدار شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی این حرکت را دیدند فرمودند برای مسلمان جایز نیست که برادر مسلمانش را بترساند. و این از نکات مهمی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن اشاره کردند. کاملا روشن و آشکار شد برای ما و شما عزیزان که در آموزهای دینی از جنگ و درگیری در میان مسلمانان و برادران مؤمنی که با هم برادر هستند و با هم اخوت اسلامی و دینی دارند منع شده است، چرا که این درگیری ها سبب می شود که اینها با هم بغض و عداوت داشته باشند و اگر خدای نکرده این درگیری ها به جنگ بین آنها انجامید سبب می شود که همدیگر را بکشند و به همدیگر اهانت و توهین و تعرض بکنند که همه این اعمال سبب می شود که انسان را حتی از دایره دین مقدس اسلام خارج بکند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه‌ای که در روز عید قربان در آخرین حجی که به حجة الوداع معروف است انجام دادن فرمودند که خونهای شما، مالهای شما و ناموسهای شما بر یکدیگرتان حرام است مانند حرمت این روز در این ماه و در این سرزمین تا آنکه به ملاقات پروردگارتان بروید. آگاه باشید که ابلاغ کردم، آگاه باشید که ابلاغ کردم. ببینید در ایام حج، در روز عید، روزی که یکی از روزهای ماهای حج است، روزی که در آن یعنی بر انسان مسلمان حرام است که با همدیگر جنگ بکنند، دعوا بکنند و به همدیگر اهانت و توهین بکنند و در ماه حرام که ماهای حج است پیامبر صلی الله علیه و سلم خون و مال و ناموس مسلمانان را بر یکدیگر حرام کرده است. پس یکی از مسائل مهمی که میخوام در پایان این موضوع خدمت شما عزیزان یاد بکنم این است که اگر خدای نخواسته بین مسلمانان اختلافی، تفرقه‌ای، مسئله‌ای به وجود آمد که سبب درگیری و اختلاف بین آنها میشد چی کار باید کرد؟ قرآن کریم این موضوع را خیلی واضح و آشکار در سوره نساء آیه 59 بیان می کند که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله والرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء
فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا. ای مؤمنان، از الله اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امور خویش فرمان برداری نمایید و هرگاه در چیزی اختلاف کردید آن را به الله و پیامبرش بازگردانید. اگر به الله و روز رستاخیز ایمان دارید این بهتر است و سرانجام بهتری دارد. پس اگر اختلافی، تفرقه، مشکلی بین مسلمانان ایجاد شد باید به کجا برگردن؟ به الله، یعنی به کتاب الله سبحانه و تعالی، و به پیامبر، یعنی به دستورات و فرامین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و به اولوالامر، حاکمان مسلمانی که آنها می توانند در اختلافات بین مسلمان ها اختلاف بکنند و مشکلات آنها را حل نمایند. تا فرصت دیگر و با موضوع دیگر که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، در پناه حفظ الله متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و